ای جوانان دل سوخته، ای پدران غم دیده، ای مادران جگر سوخته، اگر میخواهید که راه مولانا انصاری ادامه داشته باشد مرا از دعای خیر خود فراموش نکنید. همین لحظه که پیش روی شما نشسته هستم الله میداند من نه علم دارم نه تقوای این منبر را دارم نه تواضع مولانا را دارم. هیچ چیزی فعلا در وجود من نیست جز یک چیز که ترس در وجود من نیست و در چشمان من جرأت و غیرت و شهامت هست که این راه را پیش میبریم. شما دعا کنید که الله برای من علم با عمل بدهد، شایستگی بدهد، تقوای الهی بدهد، خداجویی بدهد، عجز و عاجزی بدهد تا ای که مانند مولانا خادم شما ملت باشم. بله دوستان گرامی، اگر 100 سال عمر کنم یک حقیقت است که باید بیان بشه بدون مبالغه. اگر 100 سال عمر کنم و هزارها کتاب را بخوانم و علوم مختلفه و فنون مختلفه را فراگیرم والله العظیم جایگاه مولانا و مقام مولانا را کسی گرفته نمیتواند. جای مولانا خالی هست. دشمن درست از کار خود را کرد، جای مولانا خالی شده اما راه مولانا ترک نشده. این خوب ما بفهمیم جای مولانا خالی شده. از شما عزیزان این را میخواهم که در حق بنده دعا کنید و در حق بنده غلو نکنید. نام من فضل الرحمن هست، تخلص من انصاری هست، همگی مرا میشناسید. مولانا انصاری یکی بود. هر کس مرا مولانا انصاری صدا کند، هر کس مرا مولانا بگوید از او قلبا آزرده میشم، از او دلگیر میشم. نام من فضل الرحمن هست. اگر مرا دوست دارید همون لقبی که مولانا صاحب انصاری برای من از طریق همین منبر دادن در حالی که شایستگی همون لقب را هم من ندارم، چون مرا دوست داشتن با لقب شیخ صدا می کردن. صاحب هم لازم نیست، شیخ فضل الرحمن فقط همین را از همگی بزرگترین احترام و بزرگترین تقدیر و بزرگترین عزت از طرف همگی شما برای من همین است که مرا تا زنده هستم فقط بگویید شیخ فضل الرحمن، فقط بگویید شیخ. صاحب هم لازم نیست، صاحب فقط الله هست، صاحب اختیار فقط رب العالمین هست. در حق من غلو نکنید که تا و طاقت این حالت را من ندارم و لیاقت این حالت را ندارم. من مولانا انصاری یکی بود و یکی خواهد ماند. بس تمام. نکته دیگری که قابل تذکر هست این است که من در فضای مجازی نیستم. حالی وقتی فضای مجازی نیست از قبل هم شوق و اشتیاقی به فضای مجازی نداشتم. مشرب ما چنین هست، راه ما چنین هست که فضای مجازی را دوست ندارم، بلکه بیاییم چنان ارتباط با الله برقرار کنیم که از طریق فضای حقیقی وقتی دستان خود را بلند می کنیم به درگاه الله قلب ظالم، قلب منافق و قلب کفار بلرزد و دوستان ما و شما همگی خوشحال و راحت بشوند. از فضای مجازی دور بودم، از فضای مجازی دور هستم. فضای مجازی دوست ندارم، هیچ صفحه ندارم، هیچ فیسبوک ندارم، هیچ توییتر ندارم، هیچ یوتیوب ندارم، هیچ صفحه ندارم. هر عزیزی که میخواهد با ما دوستی نشان بدهد از نام من صفحه جر نکند، از نام من سوء استفاده نکند، از نام این منبر استفاده سوء نکند، از نام شهدا سوء استفاده نکند که از همین لحظه ما گرفتیم صفحاتی را جور کردیم به نام شهید، به نام فلانی تا استفاده سوء بشود. نه والله العظیم هر کس از خون شهدای ما، از نام شهدای ما استفاده سیاسی بنماید، استفاده اقتصادی بنماید، از نظر من او در کنار همون ظالم استاده است و از نظر من او هم ظالم میباشد. این باید خوب بفهمیم. ای عزیزی من که تو به خاطر خدای سفر جور کردی و میخواهی مطالب اسلامی پخش کنی، پخش کن. اگر نیت سوء استفاده را داری الله تو را هدایت کند. تاکید میکنم ما یک صفحه داریم که مطالب موثق از او انداخته میشه، فقط کانال
رادیو صدای انصار هست، بس تمام که او هم پیش آقای محمدی و سایر دوستای بخش فرهنگی هست. ما دیگه هیچ چیزی نداریم، ما به فضای مجازی کار نداریم، حال ارتباط ما با فضای حقیقی هست، با رب العالمین هست. فضای مجازی روزی از دنیا بین میره، اما فضای حقیقی از بین نمیرود. این را خوب متوجه باشیم. ان شاء الله تعالی در هفته آینده ارتباط به مقام شهدا و جایگاه شهدا همراه شما صحبت میکنیم، راه مولانا را و درس های مولانا را بیان میکنیم و پیام هایی که از زندگی حضرت مولانا گرفتیم بیان میکنیم و نمیگذاریم که هیچ هفته هیچ روزی نام مولانا تاریک بشود و خاموش بشود. از همگی شما قلبا سپاسگزارم و تشکری میکنم. الله منن به عمر همگی شما برکت بدهد و ما و شما را از شفاعت شهدای ما محروم نگرداند و ارواح شهدای ما و شما را با شهدای بدر و احد و حنین یک جا داشته باشد و مجروحین ما و شما را شفا بدهد و برای تمام بازماندگان صبر جمیل عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.